هر آدمی که به جایی رسیده خیلی سختی کشیده، پوستش کنده شده. اگر همراهیت نمی‌کنن، اگر تشویقت نمی‌کنن، اگر بهت سرمایه ندادن، اگر اصلا پدر مادری نداری که بهت سرمایه بدن، you are lucky، تو خیلی خوشبختی. چون قدرت بیپولی خیلی زیاده، تو خیلی انگیزه داری برای تلاش کردن. قدرت حامی نداشتن خیلی زیاده، چون تو باید حامی خودت بشی. و من مدیون همه آدم‌هاییم که جوابمو ندادن، که بهم نگفتن. من دست همه اون آدمایی رو که نادیدم گرفتن میبوسم، چون اونا باعث شدن من به ورژن بهتری از خودم تبدیل بشم. حتی اونایی که هولت میدن، زیرا به تو میزنن، بهت لطف میکنن، چون باعث میشن تو بری توی مدار بالاتر تلاش کنی. من میگم اگه میخوای معمولی باشی از شکست بترس، اگه میخوای خارق العاده باشی عاشق شکست خوردن شو، چون اکثر آدما از شکست میترسن، مثلا همین معمولی ام، مثلا همین نمیرسن، مثلا همین به دست نمیارن. حالا این ترس میتونه تو به دست آوردن بیزنس مورد علاقت، درآمد مورد علاقت یا پارتنر مورد علاقت باشه. تو وقتی میترسی شانس تو امتحان نمی‌کنی.